فیلم با معرفی پیرمردی به نام مارتین شروع میشه که یه نونوایی رو تو روستای کوچیک تو فرانسه اداره میکنه. مارتین داستان زندگیش رو روایت میکنه و میگه که 7 سال پیش به اینجا اومده چون نونوایی پدرش اینجا بوده و حالا خودش میخواد اونو راه ببره. مارتین مرد خیلی آرومیه و زیاد صحبت نمیکنه. یه روز نونا رو میسوزونه و وقتی همسرش دلیل این حواس پرتی رو میپرسه میگه به چارلی فکر میکرده و نگران بوده که اون دست به خودکشی بزنه. همسرش میگه که نباید به این چیزا فکر کنی. در ضمن آدمای عاقل هیچوقت خودکشی نمیکنن. بعد مارتین به خونه همسرش چارلی میره. اون در حال سوزوندن لباس‌ها و وسایل همسرش جماست. چارلی برای انجام کاری به داخل خونه میره و مارتین دفترچه خاطرات جما رو توی جعبه میبینه و اونو برمیداره. وقتی به خونه برمیگرده شروع به خوندن دفترچه میکنه و داستان اون روز به صورت فلش بک روایت میشه. روزی که چارلی برای اولین بار به همراه همسرش جما به این روستا اومدن تا باقی زندگیشون رو در آرامش اینجا سپری کنن. مارتین که این 2 نفر رو به عنوان تازه وارد میبینه به خونه‌شون میره، خودش رو معرفی میکنه و از اونها به گرمی استقبال میکنه. چند روز بعد جما و چارلی به نونوایی مارتین میرن تا نون بخرن. تو تمام مدتی که اونا تو مغازه هستن مارتین غرق در تماشای زیبایی جما میشه و انگار یه دلنم 100 دل عاشق اون شده. یه روز وقتی مارتین تو راه برگشتن به خونه است جما رو میبینه. اون جما رو به یه باغ زیبا میبره که جما اتفاقا خیلی خوشش میاد. اون شب چارلی به خونه مارتین میاد و میگه برق خونه‌شون قطع شده. مارتین هم از خدا خواسته میره تا کمکشون کنه و به هر زحمتی که شده برقو دوباره وصل میکنه. همسر مارتین هم اونجا میاد و حالا 4 نفری شروع به صحبت میکنن و نوشیدنی میخورن. اما حتی تو این موقعیت هم مارتین نگاهش فقط به جما دوخته شده. بعد از گذشت چند روز جما دوباره به نونوایی مارتین میاد. این بار مارتین بهش میگه که دوست داری بدونی چه جوری نون درست میکنم؟ جما با هیجان میگه که آره خیلی. مارتین بهش میگه که بیا به اتاق پشتی تا بهت نشون بدم. موقع درست کردن نون مارتین از جما میپرسه که چه حسی داری؟ اون میگه که حس خیلی خوبیه، انگار دارم یوگا میکنم. مارتین با شوخی میگه که اون هر روز صبح این یوگا رو انجام میده. از اونجایی که اتاق خیلی گرمه جما احساس گرما میکنه و ژاکتش رو در میاره. با دیدن این صحنه مارتین نمیتونه از نگاه کردن به بدن جما دست بکشه و به سختی خودش رو کنترل میکنه. تو صحنه بعد مارتین، همسرش چارلی و دوست جما رو میبینیم که تو خونه مارتین در حال نهار خوردنن. بعد که نهارشون رو میخورن جما به همراه دوستش میرن توی خونه. دوستش به جما میگه که زنها همیشه باید به بدنشون توجه کنن و به همین دلیل اون هر روز ورزش میکنه. این موضوع تلنگری برای جماست و اونم از روز بعد شروع به ورزش کردن میکنه. چند روز بعد مارتین جما رو میبینه و بهش میگه که چرا دیگه نیومدی نون بخری؟ جما میگه که چون من رژیم گرفتم و برای همین نمیام نون بخرم. وقتی صحبتشون تمام میشه خداحافظی میکنن و جدا میشن. اما یهو یه حشره پشت جما رو نیش میزنه. جما که درد زیادی داره جیغ میزنه و از مارتین کمک میخواد. مارتین پشت جما رو نگاه میکنه و میفهمه که یه حشره سمی اونو نیش زده. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی لطفاً اونو لایک کن. قبلش هم مطمئن شو که چنل رو سابسکرایب کرده باشی. مرسی. خب حالا ادامه داستان. به جما میگه که باید سم رو از محل نیش خارج کنه. جما از مارتین میخواد که این کار رو انجام بده و مارتین بلافاصله شروع به مکیدن محل نیش میکنه. تو این لحظه پسری به نام هارپ میاد و با دیدن این صحنه به مارتین میگه که چی شده. مارتین داره وضعیت رو توضیح میده که یهو جما از هوش میره. هارپ و مارتین بلافاصله جما رو به بیمارستان میبرن. پزشک آمپولی بهش میزنه و میگه نگران نباش، تو فقط حساسیت کردی. تو راه برگشتن به خونه جما سرش رو شونه مارتین میذاره که این کار باعث خوشحالی عمیق مارتین میشه و فکر میکنه که جما هم شاید داره بهش علاقه‌مند میشه. هارپ که این صحنه رو میبینه حدس میزنه که این دوتا رابطه عاشقانه‌ای با هم دیگه داشته باشن. روز بعد وقتی جما تو سوپرمارکت مشغول خریدن شرابه دوباره هارپ رو میبینه. هارپ به جما در مورد شراب مورد علاقش میگه و جما هم همون شراب رو میخره. یه روز که مارتین از سر کار برمیگرده تو جاده جما رو میبینه. جما مشغول رانندگی و اصلا حواسش نیست. مارتین ماشین جما رو رد میکنه اما از آینه میبینه که جما وارد یه فرعی میشه. دنبال اون میره و میبینه که جما وارد خونه هارپ شده. مارتین نگران میشه که چرا جما باید تنها به خونه هارپ رفته باشه و یه حدسایی میزنه. شب همون روز که مارتین به خونه جما برای شام میره کبودی روی گردن جما میبینه که نشون میده بین هارپ و جما اتفاقاتی افتاده. مارتین بیشتر از هر وقتی احساس بدی داره چون همیشه خواسته بود که جای هارپ باشه و خودش رو مسئول تمام این اتفاقات میدونه. اون با خودش میگه که اگه جما و هارپ اون روز همدیگر رو ندیده بودن هیچ کدوم از این اتفاقات نمیافتاد. روز بعد مارتین هارپ رو میبینه که خیلی درگیر و عصبیه. بهش نزدیک میشه و میپرسه که چه اتفاقی افتاده. هارپ میگه که نمیتونه تمرکز کنه و تو کاراش به مشکل خورده. مارتین بهش پیشنهاد میکنه که نامزدش رو بیاره خونه. شاید اون بتونه بهش کمک کنه. بعد از مدتی مارتین جما رو میبینه که به جایی میره و بعد میفهمیم که جما در حال عشق و حال با هارپه.
چند روز به همین شکل میگذره و تو این مدت مارتین فقط به جما فکر میکنه. یه روز جما خیلی خوشحال به نونوایی مارتین میاد و بهش میگه که چارلی برای چند روز به لندن رفته. بعد جما نون میخره اما فراموش میکنه که اونو ببره. مارتین نونو برمیداره تا ببره بهش بده، اما وقتی به خونش میرسه صداهایی میشنوه. در واقع جما با هارپ داخل خونه هستن. مارتین از پنجره یواشکی داره صدای اونا رو میشنوه و متوجه میشه که اونا به هم ابراز علاقه میکنن. شنیدن این موضوع باعث عصبانیت مارتین میشه. یه روز که جما تو خونه هارپ خیلی اتفاقی یه مجسمه خیلی گرون قیمت از مادر هارپ رو میشکنه. جما قول میده که اونو تعمیر کنه. همچنین به هارپ میگه که بهتره چند روزی رو به لندن بریم. هارپ با این پیشنهاد موافقت میکنه. روز بعد نامه به جما میرسه که بعد از خوندن اون میره خونه هارپ. مادر هارپ برگشته خونه و وقتی متوجه میشه که مجسمش خراب شده، از هارپ در مورد اون سوال میکنه. هارپ بهش میگه که مجسمه یکم آسیب دیده بود و برای همین اونو بردن پیش چارلی تا تعمیرش کنه. جما به خونه هارپ میره، اما قبل از اینکه در بزنه اس‌ام‌اسی از هارپ میگیره که نوشته نمیتونه باهاش به لندن بیاد و میخواد رابطه‌ش رو باهاش تموم کنه. جما از شنیدن این موضوع خیلی ناراحت میشه و با حال خراب و دل شکسته برمیگرده خونه. مادر هارپ میره پیش چارلی و بهش میگه مجسمه‌ای که هارپ بهش داده رو تعمیر کنه و بهش بده. ولی چارلی میگه که هارپ هیچ مجسمه‌ای رو برای تعمیر پیشش نیاورده. مادر هارپ خیلی عصبانی میشه و از اونجا میره. شب چارلی از جما درباره مجسمه میپرسه و جما هیچ جوابی بهش نمیده. جما سعی میکنه از رابطش با هارپ به چارلی بگه، ولی چارلی اجازه نمیده و قبل از اینکه جما حرفی بزنه ازش گلایه میکنه و میگه از وقتی از لندن اومدم با من سردی. برای همین چمدونش رو جمع میکنه و از پیش جما میره. حالا جما تنها مونده و این موضوع خیلی اذیتش میکنه. روز بعد وقتی مارتین از خونش میاد بیرون، سگ جما رو میبینه. اونو برمیداره و میره پیش جما. تو خونه جما نامه‌ای بهش میده تا براش بخونه، چون به زبان فرانسویه. تو اون نامه مادر هارپ درباره مجسمه‌ای که فکر میکرد چارلی اونو داره پرسیده. بعد جما از مارتین میخواد که جواب این نامه رو بنویسه، ولی مارتین میگه جوابش رو تو یکی دو روز آینده مینویسه. بعد از چند روز جما با دوست پسر سابقش پاتریک ملاقات میکنه و تو صحنه بعدی مارتین هر دو رو در حال بوسیدن هم تو خیابون میبینه. با دیدن این صحنه مارتین دوباره شوکه میشه و فکر میکنه که جما دختری بی‌ارزشه، ولی اشتباه میکنه. چون وقتی یه روز جما و پاتریک تو رستورانن، جما متوجه میشه که کاری که داره انجام میده اشتباهه. برای همین به پاتریک میگه که هر چیزی که بینشون اتفاق افتاده رو باید فراموش کنه، چون هنوز عاشق همسرش چارلیه. وقتی به خونه میرسه، جما به چارلی زنگ میزنه و بهش میگه که خیلی دوستش داره و نمیتونه بدون اون زندگی کنه. با شنیدن این حرف چارلی تحت تاثیر قرار میگیره و تصمیم میگیره برگرده. وقتی جما با مارتین صحبت میکنه، متوجه میشه نامه‌ای که از سمت هارپ دریافت کرده بوده رو در واقع مارتین نوشته. وقتی ازش میپرسه که چرا این کارو کرده، مارتین میگه که نگران بوده و احساس کرده که باید کاری انجام بده. چون مارتین نیت خوبی داشته، جما ازش عصبانی نمیشه و با بوسه‌ای ازش خداحافظی میکنه. بعد از رفتن مارتین، پاتریک میاد پیش جما و وقتی هر دو تو خونه تنها هستن، چارلی سر میرسه. به محض اینکه وارد خونه میشه، بیرون میاد و با صدای بلند از مارتین کمک میخواد. وقتی مارتین وارد خونه میشه و جما رو میبینه، شوکه میشه چون جما مرده. پلیس میاد و جسد جما رو برای کالبد شکافی میبرن. همون شب گزارش کالبد شکافی میاد و مارتین از پزشک میفهمه که علت مرگ جما گیر کردن نون تو گلوش بوده. اما مارتین باور نمیکنه. روز بعد چارلی تو مراسم خاکسپاری اصل ماجرا رو به مارتین میگه. اون میگه مرگ جما تقصیر من بوده، چون وقتی وارد خونه شدم پاتریکو دیدم که از پشت به جما نزدیک شده. فکر بدی کردم و بهش حمله کردم و برای همین باهاش درگیر شدم. بعد پاتریک به من گفت که وقتی جما در حال خوردن نون بوده، از پشت میبوستش و به همین دلیل نون تو گلوی اون گیر میکنه. درست زمانی که اون داشته به جما کمک میکرده تا نون رو در بیاره، چارلی سر میرسه و به خاطر این سوء تفاهم بینشون دعوا شروع میشه. اونا به جای کمک کردن به جما درگیر دعوا میشن و به خاطر همین جما به خاطر خفگی جونش رو از دست میده. آخر فیلم هم فلش بک تموم میشه و به زمان حال برمیگردیم، جایی که پسر مارتین بهش خبر میده که یه زوج روسی به محلشون اومدن. مارتین هم که حسابی کنجکاوه میره پیش زن جوون و خودش رو معرفی میکنه و بهشون خوش آمد میگه. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو رو نگاه کردی. راستی اگه میخوای خلاصه فیلم‌های بیشتری ببینی، به پلیلیست خلاصه بین سر بزن.